دوباره حال و هوای نوروز با شکوه و جلال فراوان از راه می رسد. عید نوروز چون اعیاد اسلامی از آداب و رسومی خاص برخوردار است. تهیه سفره 7 سین از جمله این آداب اصیل است. نوروز در پای سفره‌ای که اجزای آن همگی رازآلود و زیبایند آغاز شده است. سیب میوه‌ای بهشتی و نمادی از باروری و زایش است. سنجد که نماد عشق و دلباختگی است. سیر که از دیر زمان به عنوان دارویی برای تندرستی شناخته شده است. سبزه نشانه خرمی و شادابی است. سماق نماد صبر و بردباری و تحمل است. سکه نمادی از دارایی و موجب برکت و فراوانی مال است. و سمنو قبل از فرارسیدن نوروز از اعمالی که کم و بیش در گوشه و کنار به چشم می‌خورد مراسم سمنو پزان است. سمنو خوراکی چسبنده و شیرین است که از جوانه گندم و آرد درست می شود. پختن سمنو با آداب خاصی انجام می شود و نه تنها برای درست کردن یکی از اجزای سفره 7 سین بلکه نظری برای برآورده شدن حاجات نیز به شمار می رود. پختن سمنو از سنت‌های بسیار کهن ایرانیان است و منسوب به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. پس از شستشوی گندم آن را چند روز در پارچه خیسی نگهداری می کنند تا جوانه‌های بسیار ریزی می زند. گندم‌های جوانه زده آنقدر در سینی نگهداری می شود تا سفیدی دنباله جوانه‌ها پیدا شود یا به قولی به نقره بنشیند. مرحله بعد چرخ کردن جوانه‌هاست که با حوصله انجام می شود. پس از چرخ کردن آنها را در پارچه‌ای تمیز ریخته و میپیچند و با دست آنقدر میچلانند تا شیره آن کاملا گرفته شود. شیرینی سمنو از همین شیره سفید رنگ که نشاسته خالص گندم است می باشد. پس از آن نوبت به افزودن آرد است. به تدریج آرد در شیره حل شده و مخلوط به صورت مایع رقیقی در می آید. در شیراز رسم است که به سمنو گردو اضافه می کنند. پختن سمنو تا نزدیک سحر به درازا می کشد. پس از آن طی مراسم خاصی در دیگ را گذاشته و سمنو را دم می کنند. صبح روز بعد با سلام و صلوات و دلهایی پر از حاجت در دیگ برداشته شده و سمنو میان مردم پخش می شود.